مسئله دوم درباره شخصان شرایط داره که قربانی نمی کنند. در مو حدیث در مسند امام احمد است که پیامبر صلی الله علیه وسلم میگویند من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کسی که شرایط دارد قربانی نمی کند به مسجد ما نزدیکی نکند. برای همین در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و در قول بعضی از علما مثل شیخ الاسلام ابن تیمیه، کسایی که شرایط دارن حتما باید قربانی کنند، قربانی نکردن گناهکار میشوند، چون پیامبر گفتن صلی الله علیه و سلم به مسجد ما نزدیکی نکنید شما، یعنی کسایی که شرایط دارید قربانی نمیکنید. اما بقیه دیگر علما میگن نه، مقصد از این تهدید فرض بودن نیست، یعنی کردی ثواب کلان میگیری، نکردی گناهکار نمیشوی است، یعنی سنت مؤکده است قربانی. برای همین بعضی از صحابه ها مثل حضرت ابوبکر بعضی سالها نمیکردن تا که مردم این را همچون فرض قبول نکنند. پس عزیزان، مسئله کسایی که شرایط دارید، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن فتیبوا بها نفسن، به خرسندی قربانی کنید، واجب است یا نیست، نکنم گناهکار نمیشوم، گویان این طرف اون طرف نرفته، به خرسندی که چقدر این عمل شما ثواب دارد. اما یکی کسی نکرد، بین علما مسئله اختلافی است که بعضیا میگن شرایط داری و نکردی گناهکار میشوی، بعضیا میگن نه، این سنت مؤکده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم هر سال میکردن و یکی نکردید گناهکار نمیشوید.